سلام. امروز میخوام بهتون یاد بدم که یه روباکس رایگان به تعداد 500 تا دریافت کنید، ولی یکم سخته دیگه، باید انجامش بدید. اینطوریه که آقا من حالا لینک رو واسه تون میذارم. لینک رو این بود. میایم تو همچین سایتی، این سایتی که وارد شدیم شما همچین حالا صفحه رو مشاهده میکنید. این با چیزش رو روباکس، این متن رو سرچ میکنید که حالا من بهتون میدم. بعد میایم تو این وارد این سایت میشیم. وارد این سایت شدیم، چند تا متن و گزینه و اینا میاره. حالا اینجا میگه چند تا شرط و پرت میاره که حالا مهم نیست اینا فعلا. ما اینجا کار داریم که اینجا اومدیم حالا همچین صفحه میاد، ولی واسه شما یه چی دیگه میاد. باید لاگین کنیم که حالا من لاگین کردم. یوزر اکانتتون رو باید بزنید تا این قسمت واسهتون وا بشه. حالا که این قسمت واسهتون وا شد، این همچین چیزایی میبینید. من دونه دونه توضیح بدم اینا رو که حالا روباکس نمیده. دیسکورد، جوین تو دیسکورد. اگه تو دیسکوردشون جوین شین، حالا یه مقداری روباکس دریافت کنید. اگر تو یوتیوبشون بازم یه مقدار، همشون یکی دیگه، تو تیک تاک، تو اینستاگرام، کل اینا هستن. حالا ما یه چیزی بهتر کار داریم. این قسمت رو میایم همینجا، من چجوری نشون بدم، اینجا میایم. اینجا یه سری چیزا نوشته، قوانین و اینا که مثلا 500 روباکس رایگان بده. یه سری قوانین نوشته که باید یه تبلیغ بسازین ازشون، یعنی مثلا همین چیزی که من ساختم، مثل همین ولی بهتر. حالا مثلا اینجا میگه کریت ویدیو فلان 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 فلان. اول از همه که مهمترینش باید حداقل 3 دقیقه ویدیو باشه. بعد حالا قانوناشو ولش کنین، اینا رو من ترجمه نکردم، حالا باید ترجمه کنم. اینجا آقا اون لینک ویدیویی که فرستادیمون میذاریم. حالا I'm not robot هم میذاریم که اصلا من ربات نیستم. 500 تا روباکس میده به یه تایمی، حالا از 100 ساعت به پایین. مثلا گذاشته دیگه، مثل همین، اینم مثالش، حالا این 2 دقیقه است. بعد آره دیگه همین. بعد لینکمون رو اینجا پیست کنیم. حالا فکر کنم تو آپاراتم بگیم میشه، فکر کنم. حالا من خودم اینو تو یوتیوب آپلود کردم، آپارات چند تا چیز، حالا برنامه‌ای که کلا باشه یوتیوب بهتره، آپلود میکنیم و اینجا لینکشو میذاریم و اینطوری میذاریم. توی تایم خاصی بهمون 500 روباکس رو میده. همین.